بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران عزیز. امیدوارم که تنصیحت و خانواد باشید. چخیلی که میدونید ما در شهر یکاترینبورگ قرار داریم و چخیلی که پادپیسچیکای کانال فکری شما، برادرایی که با ما همراه هستند، مادرها، خواهرها، کمی هم باشد حرکت میکنیم کاری خیر کرده باشه. من امروز تصمیم گرفتیم همراه برادرها، همراه داملا هستن، اینجا قاریا هستن، مسجد خدا خواهد من از همین روز من سر شده است، حشر شده است. پیش از این روزها هم بود حشر. من امروز حشر عمومی همه برادرها در همینجا تصمیم گرفتیم که کمی هم باشد سهم خودمون گذرانیم. و اون برادرایی که بیخبر هستند که در شهر یکاترینبورگ تمامی همون پدراب نه اینفورماسیا، آدرس، نمره کارت، نمره تلفن همش در زیر نوار میشود. اینجا برادرای باوری هستن، خود امام خطیب مسجد بجاو در همینجا قرار دارن، حشر کرده شدن، کار کرده شدن. خدا خواهد ان شاء الله رحمت کمی هم باشد بیاد به خاطر خدا، به خاطر روز قیامت، به خاطر این دنیا فقط کاری خیر میماند، یک کاری نکوکاری کنیم. همه در این دنیا میرویم هر روز نه هر روز یک جای میرویم که و 2 متر است، خانه لوکس من میگم، و اما خانه که رفتیم ان شاء الله فقط اونجا با کاری ثواب و همین خیر صدقه جاریه حساب کمی هم خیر کنید. خدا خواهد همین برای مسجد خدا خواهد اول سر کردیم، خدا خواهد نصیب کند که همینجا بیایم نماز جمعه خونیم، همه نماز بیایم، ماه رمضان بیایم تراویح خونیم. خداوند تسر همینجا بنیاد شود. سخن به قاری اکای اصل‌الدین داده می شود. قاری جان السلام علیکم و رحمت الله و برکات. برادران عزیز گرامی، چنانه که شما میبینید در این نوار که ما در این مسجد یعنی خانه خدا حضور داریم که این مدت کاغذهاش 1-3 سال دوام کرد برای تیار شدن کاغذهاش که ما را اجازت دادن که در اینجا ما ساختمان کنیم، مقصد خانه خدا مسجد را بسازیم. و همین برادرها خواستن که ما نوار کنیم که توی برادرایی که هستن نمیدونن در کجا هستن. در شهر یکاترینبورگ ما قرار داریم، در سیروسکی ترکت برآمدن یکاترینبورگ میشوه. این طرف سیروسکی ترکت مقصد طرف نیژنی تاگیل هم طرف همین ترسته. انشاءالله کسی که اگر خواهش یاردم کردن باشه خاص از برای خدا خالص لله مرحمت، ما نمرهای تلفن خود را و کارت هایی که هستند در همینجا با همراهمون برادر قاری سهراب اکای داملا محمد یوسف که در اینجا امام خطیب مسجد بجاو می باشد در سهم خود را گذارید. همین گفتنی هستم که کسی که اگر برای قیامتش خواستنی باشد، کردنی باشد، یعنی از حدیث های از پیامبر ما هست که این یکی از صدقه های جاریه است. اگر کسی که کمک خود را در اینجا گذارد و تا وقتی که این مسجد هست خدا خواهد انشاءالله ثوابش بر او انسان و پدر و مادرش رفته می شود. خلاصه قصه کوتاه که برادرها سخن دراز نمیکنیم. کسانی که کمک خود را خواستنی است مرحمت یاردم کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من حکی نسیم جان اینجا کار شده. حکی نسیم جان، حکی عبدالرشید کنی برادر من در اخش داغو باشه. من کلی مردم حالا این کس آبونچی اکی رفشن تیوه در خدمت ما و شما هستن، نوار گرفته ایستادن. اکی رفشن همیشه در خدمت برادرای شهر یکاترینبورگ. بخشش برادر عزیز پرچرکه که دیگه از دوستیم که داغو باشه تا برادر عزیز همه انشاءالله رحمان این تریتور بینه چه خیلی کلام انشاءالله رحمان اگر این مسجد آباد شود، در این مسجد نماز گذارن، هر یکی ما و شما انشاءالله ثواب میگیریم. و اون خانه آخری که ما قدر که 2 متر خانه لوکس انا اونجا پهلو داشتن نمیتونید، انا اونجا هم کارهای ثواب ما با میپرسن که چیکار کردیم در این دنیا. در این دنیا حرکت کنیم، یک دلی یگان کس نرنجانیم، حرکت کنیم خیلی آبادی ها بیایم سعی خودمون آبادی وطن، آبادی یک برادر، یک خوش ثواب ان شاء الله پیش میریم. مراجعت به اون بلاگرها که پادپیسچی‌های بسیار دارید، آبونچی‌های بسیار دارید و اون برادرایی که ما تماشا میکنید
چند قدر میتونید همین نوارو به دیگران رسونید. ان شاء الله یک شما به دیگران که رسونید یک کس خیر رسوند باید به اون خیر شما هم خدا خواهد ثواب میگیرید ان شاء الله رحمان. در همین دنیا بیاید کمی هم باشد یا نکوکاری کنیم که خدا خواهد روز قیامت از پرسیش از نگوکاری، از نماز، از کارهای خیر ما میشد. خدا خواهد کمی هم خیر کرده ان شاء الله همینجا اومدن نماز خواندن خیرش به شما ان شاء الله میرسد. باقی در امان الله باشید، در فکری همدیگر باشیم، در فکری آبادی باشیم، دعاگوی وطن مادر باشید، دعاگوی همه غریبا، دعاگوی وطن از ما تاجیکستان باشید. باقی در امان الله باشید. السلام علیکم.